بهش نگفتی اینو؟ چرا قبلش به من نگفتی؟ سیمی اگه اتفاقی واسه اینا میفته چیکار می‌کردی؟ خودش نگفتم تو این نگه که خدا شد از کجا من میفهمیدم چیزی مهمیه من فقط گفتم که بدون وگرنه مطمئنم مهران کسی نیست که بخواد به سیمش آسیب بزنه مشکل مهران من و تویی قرار همین رسیده؟ چه کار داری؟ همین چه گفتم بعد چطور بگو کردی درست میشه رفیقه حالا این چه کاری برداشتی؟ خسته شد از چی؟ از بلدن من همه حرفایی که زدم رو استادم ولی چرا مزخرف میگی ولی گفت من اگر الان قضا کنم که هرچی ریسکی تمام بشه یعنی واقعا سخت اینو بفهمی سخت کارکنی خیلی ولی میگه حرف خود شما نیست من مطمئنم کنیم اگه نه بگو بچه من رو کنده بست باشه صدا کرده فقط حواست باشه پشت راستایی تو خانوادت داره میفته شماره تو دیگه گوشی میدن دعا کن برای که میخواستم